سلام. قبل از اینکه شروع به نصب ویندوز سرور بکنیم باید ببینیم سرورمون چه ریسورس هایی لازم داره. این امر به ورکلود سرور بستگی داره، یعنی سرور ما چه رول و سرویس فیچرهایی قرار ساپورت بکنه. همچنین این به ما کمک میکنه تا مشخص کنیم چه افزونه و گزینه‌ای برای نصب سرورمون نیاز هست. بریم یک نگاه نزدیکتر به نحوه برنامه‌ریزی برای نصب ویندوز سرورمون داشته باشیم. من علیرضا هستم. خوش اومدید به چنل آیتی اسکیل. امیدوارم حالتون خوب باشه. لطفاً لایک و کامنت یادتون نره. چنل رو واسه حمایت من حتما سابسکرایب کنید و اگر همون دکمه زنگوله رو بزنید زمانی که من ویدیو جدید آپلود میکنم به شما اطلاع میده. خب دوستان، این بخش بهمون کمک میکنه که متوجه بشیم چه ریکوایرمنت هایی لازم هست برای نصب ویندوز سرورمون یا هر سرور دیگه‌ای که قراره نصب بکنیم. درک کردن این 4 تا سوال به ما کمک میکنه که متوجه بشیم چه سروری بسازیم، چه ریسورسی داشته باشه و چطوری مدیریتش کنیم. اول از همه ادیشن. ویندوز سرور 2019 4 نسخه داره، ولی بیشتر از همه از نسخه دیتا سنتر و استاندارد اون استفاده میشه. همچنین ما باید به این فکر بکنیم چه رول، فیچرز یا اپلیکیشنی قرار نصب بکنیم تا بدونیم چه ورکلودی سرورمون قرار داشته باشه، چه کاری قرار انجام بده. وب سرور هست، دیتابیس سرور هست، یا دومین کنترلر هست، یا ممکنه ریموت اکسس سرور باشه، یا اصلا قرار یک سرور چند منظوره باشه. درک کردن اینها بهتون کمک میکنه تا متوجه بشید چه ادیشنی واسه اون سرور لازم هست. سوال سوم، سرورتون قرار فیزیکی باشه یا مجازی؟ این خودش تاثیر زیادی به ریسورسی که قرار به سرور بدید داره. زمانی که شما دارید دیزاستر ریکاوری رو برنامه‌ریزی می‌کنید، خیلی راحت‌تر هست میگریت کردن سرور مجازی به سرور فیزیکی تا اینکه بخواید از سرور فیزیکی به سرور فیزیکی میگریت کنید. همچنین این تاثیر میذاره روی ادیشنی که قرار انتخاب بکنید و هزینه لایسنس سرورتون. و سوال آخر، چه گزینه‌هایی برای نصب داریم؟ دسکتاپ اکسپریانس که تماماً گرافیکی هست، سرور کور که تماماً کامند لاین هست. خلاصه تصمیم شما به ورکلودی که قرار سرور ران بکنه و نحوه مدیریتش بستگی داره. همچنین حداقل ریکوایرمنت برای نصب ویندوز سرور یک CPU باید حداقل 1.4 گیگاهرتز 64 بیت باشه. دوم، اگر قرار نسخه کور نصب بکنید 512 مگابایت رم و اگر هم دارید نسخه گرافیکی یا دسکتاپ اکسپریانس نصب میکنید 2 گیگابایت رم نیاز دارید. فضای هارد دیسک هم حداقل 32 گیگابایت و یک کارت شبکه‌ای که حداقل سرعت اون 10 مگابایت هست نیاز دارید. بحث رم شد. یه چیز جالب که تو ویندوز سرور 2019 عوض شده اینه که قبلا سرور 2012 برای سرور فیزیکی تا 4 ترابایت رم رو ساپورت میکرد، ولی الان تو سرور 2019 تا 24 ترابایت ساپورت میکنه، یعنی 6 برابر شده. و برای وی ام یا ویرچوال ماشین تا 1 ترابایت بود قبلا تو سرور 2012، ولی الان 12 ترابایت هست، یعنی 12 برابر شده. و برای سی پی یو تو سرور فیزیکی 320 LP بود که الان شده 512 LP همون لاجیکال پروسس هست. و برای سرور مجازی قبلا 75 VPS بود ولی الان شده 240 VPS یا همون ویرچوال پروسس. خب با این رشدی که داشته ما قاعدتا میتونیم سرورهای خیلی قدرتمندی بسازیم. خب بریم سراغ سوال اول، ادیشن. ویندوز سرور 2019 4 ادیشن مختلف داره: دیتا سنتر، استاندارد، اسنشیال، هایپر وی سرور. قبلا تو سرور 2012 خیلی راحت تر بود. زمانی که می‌خواستی ادیشن انتخاب بکنی تمام قابلیت‌ها بین استاندارد و دیتا سنتر یکی بود و فقط تنها چیزی که نگران کننده بود، تنها سوالی که شما باید از خودتون میپرسیدید این بود که چند تا وی ام قرار من ساپورت بکنم. نسخه دیتا سنتر تعداد بی نهایت وی ام به شما میده، در صورتی که نسخه استاندارد فقط دسترسی به 2 تا وی ام رو به شما میده. یعنی اگه شما 2 وی ام دیگه لازم داشتی مجبور بودی یه لایسنس استاندارد دیگه بخری. ولی تو سرور 2019 یه خورده پیچیده‌تر شده، یه خورده که نه خیلی تغییر کرده. اولین تغییر بزرگ اینه که ورژن دیتا سنتر ادوانس فیچرها رو ساپورت میکنه، قابلیت‌های پیشرفته رو ساپورت میکنه و اگه شما یه مقدار از این ادوانس فیچرها یا قابلیت‌ها رو بخواید باید نسخه دیتا سنتر رو نصب کنید. ادوانس فیچرها مثل استوریج اسپیس دایرکت، استوریج رپلیکا، شیلدد وی ام یا SDN. و چون قرار ما در مورد استوریج اسپیس دایرکت صحبت بکنیم، ما تو آموزشامون تماما از نسخه دیتا سنتر استفاده میکنیم. تغییر بزرگی دومش لایسنسینگ مدل هست. ما
مایکروسافت از پروسس بیس لایسنسینگ رفته به کور بیس لایسنسینگ. دوباره میگم قبلا تو سرور 2012 اینا خیلی راحت تر بود، چون یه دونه لایسنس 2 تا سی پی یو ساپورت میکرد و اگر هم لایسنس استاندارد بود شما میتونستی 2 تا وی ام داشته باشی، وی ام یا وی او اس ای. ولی الان تو سرور 2019 بر اساس وی او اس ای نیست، بر اساس او اس ای است. یعنی شما میتونی تعداد بی نهایت او اس داشته باشی با یه دونه لایسنس دیتا سنتر و اگر هم لایسنس استاندارد هست شما 2 تا دونه وی ام میتونی داشته باشی. خب این خودش به چه معنی هست؟ یعنی اگه من 4 تا وی ام لازم دارم باید برم یه لایسنس استاندارد دیگه بخرم بذارم روی سرورم که 2 تا سی پی یو داره، بعد از اون میتونم 4 تا وی ام نصب بکنم. ولی تو سرور 2019 اینجوری نیست، بر اساس کور هست. یعنی باید تمام کورهای سی پی یو رو لایسنس بدیم. مینیمم لایسنس برای هر سی پی یو فیزیکی 8 کور لایسنس هست و اگر هم 2 تا باشه سی پی یو مون میشه 16 کور. یعنی هر سرور با 2 تا سی پی یو مینیمم 16 کور هست، ولی اگه یه دونه سی پی یو داشته باشه مینیممش 8 کور. خب این معنیش این هست که اگه سرور من 16 تا کور داشته باشه و من بخوام 4 تا وی ام داشته باشم با لایسنس استاندارد، باید برم یک لایسنس دیگه 16 کور یا بیشتر بخرم بریزم روی سرورم تا بتونم 2 تا وی ام اضافه تر داشته باشم. اگه بخوام 6 تا وی ام داشته باشم حداقل باید 48 تا کور رو من لایسنس بدم. حالا یه چیزی دیگه، اگر سرورم 10-12 تا کور داشته باشه اون وقت چی؟ بازم هیچ فرقی نمیکنه، چون مینیمم 16 کور هست شما بازم باید لایسنس بخرید. خلاصه این قسمت یه مقدار برنامه‌ریزی و دقت بیشتر میخواد تا بتونید لایسنس درست با ورژن درست رو داشته باشید واسه سرورتون. نسخه بعدی اسنشیال هست که فقط به در سازمان‌های کوچیک میخوره که فقط یه دونه سرور لازم داره. 25 تا یوزر و 50 تا دیوایس رو ساپورت میکنه. نسخه آخر هایپر وی سرور هست که همه میتونن به صورت رایگان ازش استفاده بکنن، ولی تنها یه چیز کوچیک داره، این هم مثل سرور کد کاملا کامن لاین هست. خب سوال دوم، رول اند فیچر سرور ما قراره چه ورکلودی رو ساپورت بکنه؟ هدف سرور ما چی هست؟ قراره سرور تک منظوره باشه و فقط یه وظیفه داشته باشه؟ البته امروزه سرورهای تک منظوره استفاده بیشتری دارن چون ریسورس کمتری لازم داره و اگر هم سرور خراب بشه شما راحت میتونید اون سرور رو ریکاور کنید. یا اینکه قراره سرورمون دو منظوره باشه، یعنی هم قراره وب سرور باشه و هم دیتابیس سرور، و یا حتی میتونه چند منظوره باشه و تمام وظایف رو داخل یه شبکه بر عهده داشته باشه. این مدل چند منظوره بیشتر برای سازمان‌های کوچیک هست، ولی خب بازم هیچ فرقی نمیکنه، تمام اینها دارای ریسورس و ریکوایرمنت های مختلفی هستن. مشخصا هرچه وظیفه سرور بیشتر باشه ریسورس بیشتری لازم داره. این وظایفی که من دارم میگم همون رول و فیچرهای سرور هست. همه اینا کامپوننت های پیش ساخته ویندوز هستن و ما از این کامپوننت ها استفاده میکنیم تا بتونیم یک سرور رو کانفیگ کنیم. سرور رول ها فانکشن ها یا عملکردهای اصلی یک ویندوز سرور هستن، مثل وب سرور، DNS سرور یا DHCP سرور. و رول سرویس ها کامپوننت هایی هستن که سرور رول ها رو میسازن. همچنین همه سرور رول ها رول سرویسز ندارن و عموما با رول های بزرگتر همکاری میکنن که ما میتونیم انتخاب کنیم کدوم یکی از اون قابلیت ها رو روی سرورمون نصب کنیم. برای مثال تو تصویر سمت چپ ما سرور رول پرینت اند داکیومنت سرویسز رو انتخاب کردیم و تو تصویر سمت راست رول سرویسز پرینت سرور رو فقط نصب میکنیم. همچنین ویندوز سرور فیچرز هم داره. فیچرز ها برای تقویت سرور هستن یا اینکه یک سرور رول رو میتونن ساپورت کنن. خب سوال سوم، تصمیم بزرگی فیزیکی یا مجازی؟ خب مسلما جوابتون مجازی هست. چرا؟ چون تو چند سال اخیر بیشتر چیزها رفته سمت مجازی سازی، چون هر چند تا وی ام بخوایم میتونیم بسازیم، مخصوصا اگه پرایوت کلاود یا پابلیک کلاود باشه. ولی هنوز چند تا مزیت دیگه هست که بریم سمت فیزیکی، مثل سکیوریتی و پرفورمنس. هرچند قابلیت جدید شیلدد وی ام تو سرور 2019 بحث برانگیزه، ولی خب به جز اون دوتا مزیتی که فیزیکی میده خیلی سخت مزیتایی که مجازی سازی به ما میده رو نادیده بگیریم، مثل دیزاستر ریکاوری، های اویلیبیلیتی، اسکیلبیلیتی، پورتابیلیتی، منیجبیلیتی. همه اینا تو محیط مجازی خیلی راحت‌تر از محیط فیزیکی هست. بحث آخر این ویدیو مربوط به گزینه‌های نصب است: دسکتاپ اکسپریانس و سرور کور. گزینه اولمون دسکتاپ اکسپریانس هست که خیلی سنگین و بزرگ هست، همچنین ریسورس زیادی لازم داره.
حتی سطح حمله یا اتک سرفیس بیشتری رو داره، ولی خب ما باهاش راحت تری. گزینه دوممون سرور کور هست. خیلی سبکه، اتک سرفیس کمتری داره، یعنی سطح حمله کمتری داره، ولی خب کامند لاین هست. درسته که کامند لاینه، ولی خب ما میتونیم به صورت ریموت با ابزارهای گرافیکی اون رو منیج بکنیم. خب دوستان، تو این ویدیو تمام عوامل اصلی که شما لازمه در نظر بگیرید رو ما پوشش دادیم. امیدوارم این مطلب آموزنده بوده باشه و از شما برای تماشای این ویدیو ممنونم. همچنین لایک و کامنت یادتون نره و چنل رو حتما واسه حمایت من سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.